باید که هر یک مرد حقوق زنها را پایمال نکند. ای مردها نصیحت میکنم اینکه با زنها نیکویی کنید. یعنی مقصد پیغمبر این است که زنها از قبرغه چپ هستند و اینها بسیار کج هستند. اگر شما خواهید که این کجی را راست کنید، فقط همین زنی که خوب صورت نیست، خوب رفتار نیست، شاید که همین زن برای شما فرزندهای بهترین تولد کند. یعنی اینها را خداوند از مرد آفرید. حتی حدیثی هست که پیغمبر میگوید، پیغمبر خدا گفتند با همین دست ها در جای ملایمی زن، یعنی در دنبه وی زنید، زیرا این که زنها از قبرغه چپ شما خدا آفرید. جان در قرآن میگوید وقتی که حضرت در این شنیدن دختر باید که مادر و پدر چنان خرسند شوند، زیرا که این بهترین نعمت از خدا در قرآن میگوید. باید که هر یک مرد حقوق زنها را پایمال نکند. باید که با این حقوقهای زنها ما و شما عمل کننده باشیم. باید سخن خدا و سخن پیغمبر خدا در نزد ما و شما قدر داشته باشد، قیمت داشته باشد. حتی پیغمبر میگوید النساء شقائق الرجال، این زنهایی که شما در نکاح خود دارید فراموش نکنید که اینها پاره از شما هستند. یعنی اینها را خداوند از مرد آفرید. حتی حدیثی هست که پیغمبر میگوید استوصوا بالنساء خیرا، همه شما را ای مردها نصیحت میکنم اینکه با زنها نیکویی کنید. فإن المرأة خلقت من ضلع، زیرا این که زنها از قبرغه چپ شما خدا آفرید. جان در قرآن میگوید وقتی که حضرت آدم خدا آفرید و او را خواب برد، وقتی خوابش برد از قبرغه چپ او خداوند یک تکه قبرغه را گرفت و این زن را مام حوا را آفرید. و پدر ما و شما حضرت آدم از دیدن مام حوا خوشنود شدند و آرام گرفتند در جنت. یعنی اینها گفت پیغمبری خدا از همان قبرغه چپ مردها خدا آفرید. جان و این اعوج ما فی ضلعی اعلاه، پیغمبر در رام حدیث گفتند با درستی این که کجترین قبرغه های بالا هست. برای چی گفتن پیغمبر؟ برای چی گفتن که قبرغه بالا چند قدر کجش زیاد است؟ زیرا این که رسول الله میگوید فإن ذهبت تقیمه کسرته، اگر شما بخواهید که این قبرغه ها را راست کنید میشکنند. و این ترکته لم یزل اعوج، اگر به حال خودشان گذاریشان همون خیل کج میمانند. فاستوصوا بالنساء، با زنها نیکویی کنید. یعنی مقصد پیغمبر این است که زنها از قبرغه چپ هستند و اینها بسیار کج هستند. اگر شما خواهید که این کجی را راست کنید فقط میتوانید که طلاقشان دهید و الا دیگر اینها راست نمیشود. فقط پیغمبر گفتند فداروا بها و تعیشوا بها، مدارا کنین، زندگی کنین، زیرا اینها از چنین متریال خدا اینها را آفریده است که اینها را راست کردن نمی شود. فقط اینها قطعی می توانید شما معامله خوب کنین، گفتاری خوب کنین، چگونه که سرور ما و شما پیغمبری خدا انجام دادن. وقتی اسلام آمد نظر می اندازیم اسلام به زنها چی داد. در قرآن یک سوره مخصوصی هست به نام نساء، به نام زنها. قریب 187 آیت است، 187 جمله هست که از تمام زندگی زنها خدای مهربان به ما و شما خبر میدهد. خدا در این آیت چی میگوید؟ ببینید قدر زنها را در اسلام. و عاشرهن بالمعروف، خطاب به همه ما و شما مردها میکند خدا. ای مردها در زندگی با زنها نیک باشین، خوب باشین، معامله نیک کنین. در زندگی
وقتی که شما زن در نکاح خود در آوردین، خداوند میگوید با آنها معامله خوب کنید، با آنها زندگی نیک را انجام دهید. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، بین در دوام خدا چی میگوید؟ اگر مبادایی که شما این زنها را دوست نداشتید، این زنها وقتی که برای شما پسند نباشد، ممکن از روی جمال، ممکن از روی خصلت، ممکن از روی رفتار اگر به شما معقول نباشند، فعسى ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا. ای بنده من، خدا میگه هوشیار باش، اگرچه همین زن به تو معقول نیست، اگرچه شکل همین به تو معقول نیست، گفتارش به تو معقول نیست، شاید که در آن چیزی که خدا میگوید برای شما پسند نباشد، برای خدای شما پسند باشد. شاید که همین زنی که خوب صورت نیست، خوب رفتار نیست، شاید که همین زن برای شما فرزندهای بهترین تولد کند. شاید که تو این طلاق دهی، تو این از نزد خود دور کنی، یک زنی زیبا صورت بیاری، یک زنی زیبا رفتار بیاری، لکن ممکن که مثل این خدا میگوید با تو فرزندهای خوب تولد نکند. در آن چیزی که شما بد میبینین، شاید خدای شما و نقص بیند. این خدای مهربان به سوی بندگان، به سوی مردها مراجعت دارد. پیغمبر خدا هم چی میگوید؟ لا یفرک مؤمن مؤمنة ان کره منها خلوقا رضی منها آخره. این حدیث ابو داود است. پیغمبر خدا گفتند ای مردها، وقتی که از زنها شما اگر گفتاری ناخوب میشنوین، یا در معامله زندگیتان جنجال میکنین، یا اینکه یگان دشنام برای تو میدهد، یا اینکه از خانه قهر کرده میرود، لا یفرک، پیغمبر گفتند تو غمگین نشو، تو خشمگین نشو، در طلاق کردن شتاب نکن، رضی منها آخر، شاید که فعل دیگری زن تو را راضی کند. شاید که وای قهر کرد رفت، باز شما می توانین با طریق مصلحت، با طریق نصیحت او را به خانه خود بیارید و بعد این مصلحت ها و بعد این نصیحت ها باز فعل های پیدا کند که از این فعل هاش شما راضی شوید. این از توصیه خداوند، این از توصیه اسلام، این از توصیه پیغمبری خدا. حتی خداوند در سوره بقره به ما و شما میگه هن لباس لکم و انتم لباس لهن. من قدر زنها را بینین. خدا میگوید ای مردها آگاه باشین که زنها لباسی شما هستند و انتم لباس لهن، و شما لباس اونها هستید. چگونه که لباس به انسان یک آمیزش دارد، چگونه که مرد به لباس پیوستگی دارد، خدا میگوید که انا همین زنها لباس شما هستند و شما باشید لباس زنها هستید. این از قدر زن در اسلام. و اخذنا منکم میثاقا غلیظا، سوره نساء میگوید و صاحب بالجنب، خدا میگوید با جنب خود، یعنی در پهلوی خود بودگی زن، مقصد از این زن است با زنهای خود نیکویی کنید. سپارش های خداوند برای مردها این است که با زنها دغلانه زندگی نکنید، با زنها دغلانه رفتار نکنید، زنها را زیر لط و قب قرار ندهید، بلکه با آنها زندگی خوشبختانه را از سر گذرانید، آنها را دوست دارید، آنها را نوازش کنید. پیغمبر خدا میگوید بین دوره جاهلیت دخترها را زنده به زنده در گور می انداختند. وقتی پیغمبر خدا به دنیا آمدند چی گفتند؟ من کانت له انثى، اگر کدام مرد یا کدام زن صاحب دختر می شود، یعنی در خانه خبر میتن که ای فلانی آگاه باش که امروز زنی تو دختر تولد کرد، در این شنیدن دختر باید که مادر و پدر چنان خرسند شوند، زیرا که این بهترین نعمت از خدا در قرآن میگوید. بهترین نعمت بودن فرزند، چی فرزند دختر باشد چی بچه باشد، شما از مردمی بی فرزند میفهمید. مرد زنی که فرزند ندارن برای به دست آوردن فرزند تمام طبیب های روی دنیا را دور گشتند،
به تمام مملکت ها قدم زدن تا که اونها فرزند بیابند، شما قدر این دختر و این بچه را از اونها پرسین، اونها برای شما بیان میکنند. با شنیدن دختر چگونه ای که امروز بعضی از جوانهای ما و شما غمگین میشوند. به خدا قسم تو در نزد خدا بدبخت میشوی، تو گناهگار میشوی. این نعمتی هست که خدا بهر تو داده است. پیغمبر گوش انداز چی میگوید؟ من کان له انثى، اگر کدام مردی که صاحب دختر شد، فلم یعدها ولم یهنها ولم یؤثر ولده علیها ادخله الله الجنه. این بشارت پیغمبری خداست. کدام مردی که صاحب دختر می شود و این دختر را پیغمبری خدا گفت زنده به زنده برده در گور نمی کند، یا این از روی که ننگ باشد، عار باشد، وی را به هلاکت نرساند، ولم یهنها، یا این که این دختر را در خانه تحقیر نکند، دائم لط و کوب نکند، ولم یؤثر ولده علیها. پیغمبر میگوید اگر بچه را از دخترش بالاتر نشمارد، ادخله الله الجنه، قسم به عظمتی خداوند که این مرد و این زن وارد جنت میشوند. در خانه اگر دختری تو برابری بچه تو اگر قدر داشته باشد، در بعض خاندان دختر از بچه قدرش پست است. پیغمبر خدا گفت که اگر قدری وی در خانه که پست نباشد و وی را زنده به زنده گور نکنن، وی را در خانه تحقیر نکنن، این مرد و این زن وارد جنت می شوند.